ادب انسان خلقش نیکوی خدای تعالی دوست می‌دارد. چنانه که بیر شیخ فرید دنیا عطار اولیای خدا می‌فرماید در جهان 4 چیز خوش کردم ای بنده، 4 نعمت در دنیا خوش کردم و برای شما می‌فرمایم. گفتند شیخ بزرگوار در جهان 4 چیز خوش کردم، گوش کن ای خرد اگر مردی، خلق نیکوی و راستی کردی، عید پوشیدن و جوان مردی. خدای تعالی جوان مردان دوست می‌دارد، آنانی که در عبادت جوان مردند، در راه خدا جوان مردند، در راه نیکویی جوان مردند، در راه آبادکاری و سازندگی، در راه دستگیری بیچارگان و یتیمان، یعنی جوان مردان. خداوند این جوان مردان دوست می‌دارد. خداوند جوان مردان روز قیامت در پیشگاه جنت وارد رحمت و عنایات و مغفرتش می‌گرداند ان شاء الله. و در قرآن عظیم شان خدای تعالی می‌فرماید استعیذ بالله ان الله لا یضیع الاجر المحسنین. خداوند عمل نیکوکارانه، عمل صالحانه، عمل نیکویان ان شاء الله ضایع نمی‌کند. هر کاری که بنده در دنیا انجام می‌دهد، هر کاری که بنده در دنیا می‌کند، هر کاری که بنده در دنیا به وقوف می‌رساند، هر کاری نیکی که انسان در دنیا می‌کند، اون کاری نیک، اون عملی نیک در پیشگاه پروردگار من و تو ضایع نمی‌شود، در نامی اعمال من و تو ثبت می‌شود ان شاء الله. مونس و همدم ما و تو می‌گردد. چنانه که عزیزان من خدای تبارک و تعالی از خود در قرآن عظیم شانش می‌فرماید استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. ای بنده الیوم نختم علی افواههم، آن روز میرسد که بر دهانهای ما و تو مهر میاندازند، آن روز میرسد که دهانهای ما و تو بسته میگردد و تکلمنا ایدیهم، دستهای ما و تو به سخن میدراید. این دستهای ما و تو، این عضوهای ما و تو میگوید هر کاری که در دنیا کرده بودیم، هر کاری که در دنیا انجام داده بودیم، هر راهی که در دنیا اختیار کرده بودیم، خواه از عمل نیکو باشد خواه از عمل شر باشد. عزیزان من این آیات اندیشه کنید که پروردگار بر ما و شما چرا می‌فرماید استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. ای بنده میرسد آن روزی که بر دهانهای ما و تو مهر انداخته می‌شود، این دهانهای ما و تو بسته می‌شود. اون مثل دنیا نیست که دروغ گویی، مثل دنیا نیست که هم دیگه تا خریداری کنی، مثل دنیا نیست که پول و مال و منصب و نسب خریداری کند. اون جایی است، اون مکان است که انسان با عمل صالح نجات می‌یابد، اون مکان است که انسان با عبادت و بندگی نجات می‌یابد، اون مکان است که انسان با عملی که در دنیا کرده بود و همون عمل صالحش نجات می‌یابد. هر کاری که در دنیا کرده بود موافق همون عملش در پیشگاه خدا مکافات می‌گیرد. پروردگار می‌فرماید که ای بنده آن روز میرسد الیوم نختم علی افواههم، ما دهانهای شما را محکم میکنیم، دهانهای شما را بسته میگردانیم، دهانهای شما پوشیده میشود، شما سخن گفتن نمیتوانید. و تکلمنا ایدیهم، ای بنده دستهای تو به سخن میدراید. و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، ای بنده پایهای تو شاهد میشود. این دست میگوید هر کاری که در دنیا کرده بودی، این پایها شاهد میشود که حق است، که من بودم، من دیدم گفته. این پایها به هر کاری که بنده کرد در نزد پروردگار گواه میشود. بیا ای بنده آن روزی که حالا که در حیات هستی، حال آن روزی که در پیش است، حال آن روزی که در دنیا نرفتی، چشم کشادی گوش شنوا داری، به پروردگار بندگی کن، در پیشگاه خدا عبادت کن، یک بنده صالح شو، یک بار غمی آخرت خور، غمی دین خور. عزیزان من غمی آن خانه قبر خور، غمی سؤال منکر نکیر اندیشه کن، ترازوی میزان اندیشه کن، گذشتن پل صراط اندیشه کن. اینها همه حقا عزیزان من. حال یک روز در پیش ما و تو می آید، حال یک روز به چشم خود می بینیم، به گوش خود می شنویم. چنانه که عزیزان من در سوره یا ایها المدثر مناظره اهل جنت دوزخ خدای تعالی خبر کرد. من همین آیت عزیزان برای شما کوتاه ترجمه میکنم، گوش کنید. استعیذ بالله فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. عزیزان من این آیات با دقت گوش اندازید. فردای قیامت
وقتی که اهل جنتی ها و اهل دوزخی ها در پیشگاه خداوند هر کس موافق عمل مکافات میگیرد، هر کس موافق عملی که در دنیا کرده بود و مکانی که خواه اهل جنتی خواه اهل دوزخی مقرر می شود، مناظره می شود بین اهل جنت و دوزخ. می پرسیدن اهل جنتی ها فی جنات یتساءلون، اهل جنتی ها سوال می کردن بر دوزخی ها ان المجرمین ما سلککم فی سقر، ای دوزخی ها چی شد که شما امروز در این آتش دوزخ امروز شما موجب عذاب سقر شدید؟ شما به چه سبب داخل این عذاب شدید؟ شما را کی به این عذاب داخل کرد؟ اهل دوزخی ها بسد حسرت و بسد ندامت و بسد پشیمانی و بسد های افسوس می گفتیم، قالوا گفتن لم نکو من المصلین، ای اهل جنتی ها ما به قطار نمازخانه ها نبودیم، در دنیا ما بی نماز بودیم، در دنیا روزه خور بودیم، در دنیا زناکار بودیم، در دنیا عرق خور بودیم، در دنیا بی توفیق بودیم. قالوا لم نکو من المصلین، یعنی ما از زمره اهل نماز نبودیم. ولم نکو نطعم المسکین، ما دنیادار بودیم، پولدار بودیم، مالدار بودیم، یک بار به حال یتیمان و مساکینان نظر نمی کردیم، یک بار به مسکینان و بیچارگان طعام نمی دادیم، یک بار دست مسکینان و یتیمان نمی گرفتیم. و کنا نخوض مع الخائضین، در دنیای بودیم که بر کارهای باطل آواره بودیم، به کارهای طغیان آواره بودیم، به عیش و عشرت دنیا آواره بودیم، به عرق و به زنا و به دروغ و به کینه و به عداوت و به غرور همین دنیا بند بودیم. یک بار سرهای به سجده نمی بودیم، یک بار جانب مسجد جماعت نمی رفتیم، هر بار که معزین حی علی الصلاح حی علی الفلاح ما به سوی نجات دعوت میکرد، ما به سوی صلاحیت دعوت میکرد، ما اون ساعت اندیشه نمی کردیم، ما اندیشه امروز نداشتیم، ما عقیده های امروز نداشتیم. هر باره که علماهای ما پیشواهای ما بیان میکردن برای ما چنین افسانه بود. ما این ساعت های نعوذ بالله باور نداشتیم و کنا نکذب بیوم الدین، ما این روز باور نداشتیم، نعوذ بالله نعوذ بالله حتی اتانا الیقین. و صد حسرت و ندامت میگفتیم امروز بر ما عنیق شد، امروز به چشمان خود دیدیم، امروز به چشمان خود دیدیم که این عذاب حق واقعی بوده است. ای بنده، حالی که آن روز فرا نرسیده، حالی که آن روز را ندیده، در دنیا بندگی کن، آن ساعت و آن روز اندیشه کن که موتی هم در دنیا به عبادت رویم، به بندگی رویم، انسان خلقش نیکوی خدای تعالی دوست می‌دارد. چنانه که بین شیخ فرید دنیا عطار اولیای خدا می فرماید در جهان 4 چیز خوش کردم، ای بنده 4 نعمت در دنیا خوش کردم و برای شما می فرمایم. گفتن شیخ بزرگوار در جهان 4 چیز خوش کردم،